گفتن تو سربازی چجوریه راستی وضعیت هوازیت؟ من دانشجو. جان؟ دانشجو من. دانشجو چه رشته‌ای هستین؟ من دکترا فیزیولوژی. دانشجو دکترایی؟ جان علی. بله فیزیولوژی. کدوم دانشگاه؟ لرستان خرم‌آباد. دانشگاه آزاد خرم‌آباد؟ دانشجو دکترایی؟ بله. بعد همون دکترا که دیگه دوست ندارم صحبتشو بکنی که الان سوالای عجیب غریب بپرسی. آزمونی اگه منو دوست داری بحثشو نکن. ممنون میشم. فقط همین بهت بگم دکتراشو فقط رشته تو بگی من اوکیم. فیزیولوژی رفتم دیگه. نه گرایش مرش. رفتم کنکور دکترا، فقط میخوام دوست داری یه چیزی داشته باشی. رفتم کنکور دکترا بدم. خب منم این چند ماه پیش رفتم دیگه کنکور دکترا دادم، همشون هم چیز اصلا یه چیز عجیب غریبی بود. و میدونی که خودشون اسم می‌نویسن دیگه، خودشون اسمشون هست، یعنی مثلا با کامپیوتر اسمشون زده بود. من رفتم جایی پیدا کنم داشتم اسمم می‌نوشتم روی برگه ها رو تایپ شده میارن. چجوریه آقای سازمان سنجش کسی که حتی نمیدونه کنکور اسمت هست توش لازم نیست بنویسی داره دکترای تو رو میگیره؟ چی شده بود که برای شخص من که با معدل 19 و 11 صدم دکترا روزی 3 بار میومدید چک کنید که ایشون اهل تسنن یا نیست؟ چرا نمیرید چک کنید که چجوری دارن آدم هاتون دکترا میگیرن؟ این میشه باعث اون که اون جوان و نوجوانی که صبح تا شب داره زحمت میکشه، تلاش میکنه، درس میخونه، علمشو بالا میبره، بخوره تو ذوقش. نمونهش باشگاه ذوباهن. یه آقای دکتر اومد چقدر باشگاه به ذوباهن الان ضرر کرده. چه اتفاقی واسه این همه باشگاه پرطرفدار و پرسابقه و قهرمانی آسیا و اینا افتاده؟ همین آدم هایی که به خاطر جایگاه های دیگه شون میان یک مدرکی رو میگیرن. من که دکترام بوسیدم گذاشتم کنار، خدا شاهده به یک نفرم این مدرکمو نشون ندادم، چون تو دوره هوش مصنوعی دیگه این چیزا همش پشمه. ولی شرم بر شمایی که تسنن براتون سخت بود ولی علم و آگاهی و درس خوندن و تلاش براتون هیچ ارزشی نداره. شرم بر شما.